چند سال پیش که جوانتر بودم هر از گاهی با موتورسیکلت بسته جابجا می‌کردم. یه بار یه پرده توری مگنتی برای یه پیرمرد باحال بردم. بسته رو که داشتم تحویل میدادم بهم گفت پسرم و دامادم خونه نیستن، اگه امکانش هست اینو برای من نصبش کن، این تو ارتفاع من توانشو ندارم برم بالا. منم قبول کردم و بهم گفت ترکی یا فارس. بهش گفتم ترک. بعدش شروع کرد به ترکی حرف زدن و گفت Türkler yaxşıdırlar, birbiriyle coşurlar. و منم که فاز شوخیم گل کرده بود و از لهجه پیرمرد فهمیدم که اردبیلیه، بهش گفتم Türkler yaxşıdır ولی اردبیلده بیدن دوست سرالی آدم tapılmır. که دیدم یهو چشاشو گرد کرد و گفت اده من اوزم اردبیلیم. منم گفتم bağışla همدانیلاری دیرم. بیدنت دوز آدم تابدون من سنت جایزه بررم. که یهو برگشت گفت اتفاقا منم دامادم ده همدان ندی ازده قشنگ اغلاندی. منم برای اینکه یه جوری قضیه رو ماسمالی کنم اسم شهر خودمون میانه رو آوردم و یه جورایی قول به خودی زدم و بهش گفتم حاجی معذرت استیرم دیلیم dolanmır. میانادا که قبولçılığım var بیدن دوستورالی آدم tapılmır. که با خنده ریزی گفت منم خانمم اتفاقا میانالی اخلاقی و انسانیتی یکی Sen ki hamını söktün, dağıttın, yap belen mağmun eledin. Sen uzun haralısan. که بهش گفتم میانالی. بعدش بلند زد زیر خنده و منم به خندش خندم گرفت. بعد گفت چایی چی سن؟ منم که چند سال تو ترک بودم چون از مرامش خوشم اومد تعارفش رو رد نکردم. وقتی که داشتم میرفتم گفت hamını bir ağacıyla gerek vurmayasan. Biz fark elemez Fars olaq ya Türk birbirimizden kardeşik. Asl insaniyetdir ki bunların hamısından qabaqdır.